به 2 تا پول هیچ وقت دست نزن. چه پولایی؟ تو همه کارگاه ها کلاس‌های پول سازی گفتم که پول قوانین خاص خودشو داره و تحت شرایط خاص خودش باید بریم جلو. یکی از اونها اینه که هر پولی مناسب جایگاه خاص خودشه. در نتیجه پول اولی که نباید بهش دست بزنی پول تفریح و سرگرمیته. گاهن شنیدیم به ما میگن که تو 2 سال تفریح نکن، 1 سال تفریح نکن، 5 سال تفریح نکن تا آخر عمر لذت ببر. اینا همه نشانه بی‌سوادیه و اصلا درست نیست. پولی که برای تفریح و سرگرمی شماست باید برای اونها بمونه و پول دوم پول آموزش هست. تو باید آموزش ببینی تا بتونی رشد کنی. چرا؟ اگر اون چیزی که الان بودی جواب میداد پس به تمام خواسته هات رسیده بودی، پس باید پتانسیل خودت رو رشد بدی و به خواسته هات برسی. در نتیجه پولی که برای آموزشت هست هم باید خرج آموزشت بشه. به هیچ عنوان این 2 تا پولو جای دیگه نذارین. اینو برای همه دوستانتون بفرستین. این